دلم مثل دل خونه شقایق. سلام دوستان ارادت، خیلی مخلصم. اینجا کلیکستون. این دستگاه دل رو یه بررسی چیه ریزی بکنیم. میکنیم. از لحاظ ظاهری به نظر من طراحهای دل واقعا کوررنگی دارن. ناموسن؟ نه، کوررنگی دارن. طراحهای دل با طراحهای ال90 یکی هست. راست و میگه. کسایی هم که دل میخرن همشون ال90 دارن. تو ظاهر براش مهم نیست. ببینیم مذهبی دستگاه یه دستگاه مربع دقیقا در اصلا هم تنوع ندارن. ببینیم دستگاه اصل 3 شکل ظاهری ببینیم لولا رو، حالا اینش مهم نیست. خب دستگاه نسل 10 یکیه، هیچ فرق نداره، رنگ عوض کرده واقعا. ببین یه چیزی شنیده این که مثلا کمپانی بنز اومده اصالاتش حفظ کرده همش داشته شکلی. اینو نیست. خب بذار من با یه مثال دیگه هم توضیح آقای بدم. مالک دل اینو نیست. بذار یه مثال دیگه هم بهتون بگم. این اون نیست. اکسسوریاشه چی میگی؟ تبدیل شبکه به یو اس بی. دقیقاً کپ این دستگاه دو رنگ مات بدنه و براق سرش. شارژراش یکیه قیافش 180 وات، نمیدونم 130 وات، 90 وات، فقط باریکش کرده. دقیقاً شکل ظاهریش هم یکیه. No, God! No, God, please, no! No! یعنی خلاقیت ندارم. باتریش هم ببینید مستطیل مربع. اصلا یه چیز عجیبیه این دل. واقعا. حالا اینو نگاه کنید، جالبه. حتی تو برنداش هم براش مهم نبوده طراحی. طراحاش یا کوررنگی دارن یا فوبیای تغییر طرح دارن. خدا بس دیگه. سری لاتیتیود، سری پرستیژن یکیه. چرا واقعا یه اسمش عوض میکنی؟ پرستیژنش میکنی، نمیدونم لاتیتیودش میکنی. از لحاظ داخلش هم ببینیم دقیقاً یکیه. واقعا یه چیز عجیب و غریب این دل، ولی پارو حقم نذاری. یه سری برندا داره XPS های خوشگل و جمع و جور خوشگلش تو مجموعه کلیکستون هم موجود شده. مثلا آقا XPSش هم خوبه، اومده تو بازار رقابتی، مثلا با مایکروسافت سرفیس، مثلا با HP اسپکتر. حالا ایسوس میوابوکا نارم میگیم که دلش نشکنه، حالا دور ننداز. ولی چرا هیچ چیز جذابی برای من نداره. جذاب نداره؟ اینو ندیدی؟ FN رو ببین. خب این حالا برداشته نگاه کن، سخت افزار خوبه، سخت افزار ما هیچ حرفی توش نداریم، عالیه، ولی اینجا نشون بده این حالا برداشته توی نسل 12 این کار رو انجام داده. اما من این سوالی دارم از شرکت دل، چرا توی سری لوکس تو که برای مدیران، برای اساتید دانشگاه، حالا برای قشر تحصیل کرده و با سواد جامعه تولید شده، چرا درایور کمرات باگ داره؟ بعد تو میای یه درایوری میدی 5 ماه یه بار آپدیتش میکنی که جواب بده، یه مدتی کار میده دیگه جواب نمیده. این داستان داره. بذار من داستانش رو بگم. دستگاه رو ما خریدیم، درایور کامرا همه چی چک شده تو امارات. اومد اینجا کامراش کار نداد. حالا نگاه کن
یه مدل هم نیست، دقیقاً 2 تاست. تعمیرکار رو ما گفتیم مشکل پیش اومده تو باروری، نمیدونم نه مشکل خورد. تعمیرکار برگشته به من میگه این باگ دله. میگم مگه لپتاپم باگ داره؟ بابا یه شرکت و یه سری البته مهندسینش مشخصه. ال90 همون مهندس ال90. این هم داریم یه دستگاه آس با 6 گیگ گرافیک. این دستگاهش هم هست البته، ببینین خوشگلی و ظاهرش هم نگاه کنین. الان این دستگاه رو مقایسه اینو بازش کن، ظاهر رو مقایسه بکنین جلو رو با هم. دقیقا کنار هم بذاری نمونه کوچیک شدهش. حالا پشتش اومده خلاقیت به خرج داده، اینجا سولاخ هوا برای ما درست کرده. عجیبه. حالا اجازه بگم مثلا من میام دستگاه 6 گرافیک میخرم که جذابیت داشته باشه، کیبورد RGB نمیدونم یک وقت خوشگل. این چی؟ آقا دمش کم ظریفه سب. این چی؟ من حرفی ندارم. کیفیتش بالاست، کیفیتش خوبه، 4K میدونی توییت هم کیفیتش خوبه 3050 ولی واقعا 3060 ولی واقعا یه تحولی توی خودش داره ایجاد میکنه به شرکت. خود چیه من واقعا درکی ندارم. من یه دستگاه بیارم که دلو اینجا تخریب بود. دوستان سبکترین لپتاپ دنیا هم اینجا هست، LG گرام، جذاب لعنتی، مال خودمونه، نه فروشیه نه به کسی میدیش. دستگاه اصلا فوق العاده سبک. الان وزنش تو فیلم نمیافته، البته چیکارش کنیم؟ به سرچ کنیم LG گرام، کاملا نقد و بررسی شد. میگیرم میذارم ببینید دستگاه فوق العاده خوبیه، سبک، پر کاهه. نگاه کنید اصلا بندازیش رو زمین نسبت به گرانش زمینی که داره، یعنی از طبقه دهم بندازش پایین. شما جی رو 10 در نظر بگیر برای این دستگاه جی 1 قشنگ از طبقه دهم بندازی 2 ساعت طول میکشه برسه به زمین. باد میزنه بلند میشه رو زمین، برقا باز میکنه، اصلا وزن نداره. ولی حالا نگاه کن مثلا دستگاه کوچیکش 2 برابر این وزنش، 2 برابر. سری پرسیشه نه 75 10 تا 75 50 بود آخریه فروختیمش، درسته؟ بله 8 گیگ گرافیک داشت. ببین با 75 دهش که تا 2016 بود با اون که 2022 بود هیچ فرقی نداشت. نه چرا نه چرا پورت تایپ سی اضافه کرده بود. برین لذتش رو ببرین. برین اینو میگن لذت. چیز تحول وایسی براش دست من بزنی. بزنی حرکتی که دل زد. 1 دقیقه سکوت. نه ولش کن تایم ویدیو میره. بشید امام یه چیزی پرسیده بگم بودن. باورتون میشه وقت تموم شد. آره خوبه. میان برنامه پخش نکردیم امروز. بله بسیار خوب. اگر اینجوری هست من اصلا دیگه زمون میکنم. آقا دل داریم دیگه چیزی؟ من کمم برای دل، واقعا برای دل کمه یه همچین. خوشحال میشم که کسایی که لپتاپ دل دارن این نهادم بخرم. ما را سابسکرایب نکنن، اون زنگوله را نزنن. واقعا خودم دل میام میپیشم ولی عزیزم تو با این هزینه‌ای که می‌کنی میتونی چیزای بهترم بخری. چرا ما اینقدر دل موجود کردیم؟ نه من بگو. دل خوبه. I don't know. یه ضرور مسئله خیلی قدیمی بود گفت که دل خوبه، ولی دلدار یه چیز دیگه است. نه ربطی نداشت، ولی در نظر داشته باشین دل مثل پیکان میمونه، هیچ وقت جات نمیذاره، هیچ وقت خراب نمیشه. کیفیت ساخت برند آمریکایی که حالا تحت لیسانس مثل شورولت میمونه. حالا پیکان قطعاتش گیر میاد، دل قطعاتش اصلا گیر میاد. راست میگه. اگر خراب بشه قطعاتش گیر نمیاد، ولی خراب نمیشه.
دستگاه خراب بشو نیست. خراب بشه شما هنس فی میذاری تو گوشت یه داریش پلی میکنی. دلم مثل دلت خونه شبایه قشنگ. واقعا تانکس قشنگ. دوستتون داریم. عاشقتونم. سابسکرایب یادتون نره. زنگوله هم بزنین. نگو در من زدم. زد. مرسی. شبتون بخیر.